الیکا عبدالرزاقی اول فلج شد، بعد دلقک شد و آخرش به زور ازدواج کرد. الیکا تو رامسر به دنیا اومد و همونجا بزرگ شد. به ورزش علاقه داشت و صدشو گذاشته بود که قهرمان بشه. اما 11 سالش که شد به بیماری نادری به اسم سندروم گیلن-باره دچار شد و هر دو پاش فلج شد. هنوز 1 ماه نگذشته بود که پدرش رو از دست داد تو زلزله رودبار، اما نه زیر آوار، به خاطر شوک و سکته قلبی. حالا اون کاملا یک بازنده بود. پاهاش درمان شد. البته لنگی خفیف یکی از اونا براش به یادگار موند. دیگه نمیتونست قهرمان باشه. پس چیکار کرد؟ تصمیم گرفت دلقک باشه. از اون لحظه شد بچه بامزه خونه و همه رو میخندوند. اما حس دیده شدن در اون نمرد. به خاطر همین به تهران اومد و به کلاس‌های استاد سمندریان رفت و خودش رو به صحنه و اجرا نزدیک کرد تا اینکه یک اتفاق بزرگ تو زندگیش افتاد و شد مادر قهوه تلخ مهران مدیری. نقشش مثل بمب ترکید و به شدت مشهور شد. حسادت‌ها شروع شد. فشار اطرافی‌ها بالا گرفت و قیمت این شهرت گریه توی اتاق تعویض لباس بود. تا اینکه مادر بزرگ سحر جوزانی یه جمله بهش گفت: حتما یه گلی شدی که انقدر پشت سرت حرف میزنن. این جمله دنیاش رو عوض کرد و به زندگی برگشت. الیکا 10 سال با امین زندگانی دوست بود، ولی از ازدواج خبری نبود. تا اینکه یه مجری توی برنامه زنده تو اصفهان به اونا میگه تازه عروس و داماد. این جمله باعث میشه که وقتی برگشتن تهران امین به خواستگاری بیاد و اونا با هم ازدواج کنن. الان هم یک زوج محبوب سینما و تلویزیون هستن. هیچ فکر میکردی پشت چهره پر از لبخند الیکا این همه ماجرا باشه؟